دفعه قبل که عشق ابدی رو نقد کردم و حدود 5 میلیون نفرتون دیدید و نظراتتون رو گفتید، حدودا 5-6% با حرفان مخالف بودید و عمدتاً هم خانوم بودید. خانومای محترم، دیدید آدم هایی که من به شما میگفتم پوچن، نباید به اینها جایگاه بدیم، اومده در مورد جایگاه زن چی صحبت میکنه؟ هر کسی زن رو، شناختش رو به نظر من از توی خونه شروع میکنه، از مادرش میشناسه. حالا این آقای به اصطلاح دکتر تجربی میای زنای ما رو به کلید و قفل تشابه میدی. حالا اگه تو خانوادت فهمیدی که خواهرت، مادرت مثل قفل میمونه و هر کسی شاکلیت داشته باشه میتونه بیاد بندازه تو قفلش، فقط میتونی در مورد خانواده خودت صحبت بکنی، نه خانواده دیگران. خواهش میکنم به اینها تیروگون ندهید. یا علی.